من یک چه نفهمیدم همین خیلی خیلی کم کم این ورزش در حواظ داریم من همین یک چیز هر مگران کرده چی؟ همین چند کیلو را برداره که چمپیون نیسو میشه قهرمان ها چند کیلو شاکو نمیدونم که یکم 150 کیلو برداری نه 150 کیلو دادم ماهی میشه و خیلی 50 با فکر میام 80 کیلو بوده که ماکسیمم 80 आहे دیگه که تا 250 کیلو را برداشته گیان یعنی که کینو داده دیگه کینو ده هر خد دروغ چیزایی می خفقیه 200 300 کیلو مینویسن دروغ او ما اخی نرزلو اینه ما خود باز کردیم این نگاه کی یا کار نگاه که میگوی اولی ما این شویر این نگاه آدم بزرگ سینی سالشان نگاه که با یه جور رسیدگی انیق تجربه دارم بچه یکم فیلسوفی چیه آدمی بسیار دانا و متفکر میتونه تجربه دار میتونه تجربه دار بیای رفته همی اگر یک سوال میتیم شاید همی سوال دا رفتیم جواب یافته بود رفتیم میپرسه رفتیم السلام علیکم تاو جون یا چی پرسه ممکنه تاو جون مرامت پرسیم چی بوده من ما حاضر دو کس بحث کردیم که مثال این مرد سوال داد که همین آدم تو چند کیلو را برداره قهرمان میشه یعنی چمپیون میشه ما گفتیم تا 200 250 کیلو این میگه 250 کیلو وزن 100 کیلو الکی وزنی میکنه همین شما میدونین تو چند کیلو آدم برداشتنش ممکنه که قهرمان شه تاو جون این همین عجیب گام میزنم میگه 250 کیلو برداره من باور ندارم آدم 250 کیلو برداره ماهی بشدنش ممکنه خیلی است ممکن 70 80 کیلو ماکسیموم برداشتن ممکنه شما یک آدمی بی‌غرض همین ما بحث کردیم که شما بگین که همین انسان تو چند کیلو همین یک جوان مرد چند کیلو وزن بردارد که چمپیون گفته می شود با فکر شما آب بسیار جوانای زیبا و سوال هم سوالی به مورد پسر شما چند ساله هستید؟ من 35 ساله 35 ساله شما چی؟ من 28 ساله تاو جون آفرین در این سین و سال شما شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا کتابی القانونش را نوشته بود به فکر من چمپیون همان کس را میگویند که صبح صادق از خواب از جای برخاسته انا همان کورپه‌ای که در بالایش 3 کیلو وزن دارد یک طرف گذاشته عبادت و فرضش را اجرا می‌کند انا همان چمپیون است